دوستان وضعتان چونه؟ امروز اومدیم یه اتفاق افتی خوشگل. آقا رحمانی مسئول اعتبارات بانک جان. یه قهوه می‌خواستم. قهوه که بسته افتاده سال بعد. قهوه رو می‌بندن. ما اومدیم گفتیم وام بده، گفتی سال بعد قهوه هم افتاده سال بعد بگن نمیده شما. تا صبح دنبال قهوه ما نمیدیم، نداریم شرایط. باید چیکار کنم الان؟ مدارک کامل نیست. مدارک چیه؟ زامین کارمند، مهماندار، یه بازیکن تیم ملی. تموم شد؟ نه. قبول ازدواج مجردم من. ازدواج خوب نشون همسر زیر لفظی حلقه رو فقط سید نگیر برای اینکه زخم اینا هم باید برای بانک بیارم. نه اینا برای اطلاعات عمومی به توضیح بدم. حالا نداری اینا رو که من دستم بسته است اصلا شرایط. سلام سرخوله. سلام به سرخوله، بیا. مرسی. برای واردات کاندیناتم رایگان اوکی کردم. کی بود؟ کی بود؟ باید بری کارشناس تایید کنه وگرنه من نمیتونم. بهت میگم. آقا رحمانی نه ارزش نداره، مال ارزش نداره، تجاری باید باشه، این مسکونیه. و آقای موسوی خانواده چه دارن؟ شما پول کامل رو باید بدید، ما یک ششم قهوه رو بهت میدیم، 5 ششم به عنوان قسط میمونه پیش ما، خونه ماشین هم با رهن کافه بمونه. بفرما اعتبارات اگه مشکل نداری. اون سمته؟ بله. آقا رحمانی عزیز. رمز 4 تا 1. 8 تومن. چه خبره؟ صداتو بیار با این داز سود 50% سال اولش بود، پول اصلی مونده. فیش کسی حقوق داری؟ نه. چی نداری 8 تومانی؟ باید چیکار کنم؟ شما فقط یک راه داری. یه طرح هزاران قهوه برای هزاران نسل قهوه مخصوص مشتری خوش حساب. اوکیه؟ اوکیه قبول اوکی. بچرخ آقا رحمانی 20 سال تو کافه میخوابونیمت، سر قبرت 1000 تا قهوه میدیم به فاتحه خونات، یه خیری هم به اونا برسونی. گوشی چیه؟ بده من بابا. خوب شد اسکیوا اومد، ما از شر اینا خلاص شدیم. تا عید 75 میلیون اعتبارم بدون زامن به ما میدن، من یه 18 ماه از اینا بخرم. چه خبره؟ 16